پر ازدحام ترین میدان هوایی افغانستان در کابل این روزها شاهد کمترین نشست و برخاست طیاره ها است. شیوع ویروس کرونا سبب شده تا نیلوفر سفر از 3 هفته به این سو در آسمان میزبان پروازهای خارجی نباشد. من حیث یک مهماندار، چون روزانه ما پروازهای خارجی زیادتر داشتیم، نه تنها با مردم افغان خود، با مردم از کشورهای دیگه هم ما میزبانشان می بودیم. ما دلتنگ پروازها شدیم و با امید از اینکه یک روز بخیر این ویروس از کشور ما خاتمه پیدا کنه و ما به شکل نرمالش بتونیم پروازهای خود دوباره شروع کنیم و مرزها برای ما باز شود. کام ایر بزرگترین شرکت هوانوردی افغانستان که با 12 طیاره پیش از این روزانه 26 پرواز داخلی و خارجی انجام میداد، اما حالا به دلیل شیوع ویروس کرونا تمام پروازهای خارجیش متوقف شده و روزانه تنها 6 پرواز داخلی دارد. مسئولان این شرکت میگویند از این بابت در هر هفته نزدیک به 3 میلیون دلار به این شرکت هوانوردی زیان میرسد. برای اینکه این شرکت هوایی از پا نیفتد، مسئولان کام ایر میگویند حکومت باید تا زمان رفع بحران کرونا و عادی شدن پروازها مالیات بر این شرکت را معاف کند. اگر امیر روال ادامه بیافته، نه تنها کام ایر که هر دو شرکت افغانی از پا میفته، به خاطر که بودجه ندارن، پول ندارن و تمام و بسیار بدهی‌های زیاد سرشان میآید. به خاطر حال مثلا اگر معافیت نده، ما به می شرایط پرواز میکنیم به سکتورهای داخلی و دولت ما را چارج کرده میره، مسلسل همو بدهی‌های ما بالا میره. به اون خاطر لایبیلیتی که بالا رفت و پرداخت ها که بالا رفت، ما نتونستیم پرداخت کرده، آغازشان پس مشکل میشه. در افغانستان در کنار کام ایر شرکت هوایی آریانا نیز فعالیت می کند، اما مسئولان این شرکت تا حال از زیانهای برخاسته از قطع پروازها چیزی نگفتند. اما اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید از زمان شیوع ویروس کرونا تا حال سکتور هوایی افغانستان 20 میلیون دلار خسارت دیده است. این اداره همچنان طرح معافیت شرکت‌های هوایی افغانستان از مالیات پارکینگ و نشست را به حکومت فرستاده است. و اگر این طرح از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان تایید شود، اجرا میشه. با ایجاد وضعیت بحرانی پس از شیوع ویروس کرونا در جهان، مخصوصا در افغانستان، پروازهای افغانستان به بسیاری از کشورهای جهان قطع شد، از جمله در هند، ترکیه، امارات متحده عربی شمار زیاد از مسافران گیر ماندند و شرکت‌های هوایی در افغانستان میگن که در شرایط کنونی شرکت‌های خارجی که افغان‌ها را انتقال میدادند مکلفیت دارند تا در کنار شرکت‌های داخلی افغانستان اونا هم دست به کار شوند و مسافرین خود را که در کشورهای بیرونی گیر ماندند به افغانستان انتقال بدن.